در باب برکات ما و شما رو به قرآن بیاریم، رو به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیاریم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که از صبح تمنع رزق، خواب سحر رزق منع میکنه، سحر از خواب بر وقت بخیز، سنت نماز بامداد در خانت بخون، پای به طهارت قدم زدن مسجد بیا، در مسجد فرض نماز بامداد با جماعت بخون، از خدا رزق روزی طلب کن، طلب حلال بکن، بعدا از پای کارت بشه. اگر کسی که رفتار داشته باشد هیچگاه او فقیری و قشافی را نمیبیند. و یا اینکه حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این باب زیاد هستند، اما نه بامداد بخونن، نه مسجد بیاین، نه در جماعت اشتراک بکنن، نه طهارت کنه، نه به صحبت عالم و صالح همنشین باشد، او از کجا برکت می‌یابد؟ در کسبش دروغ بگن، چندین مسلمان ها را در سوداش فریب کنه، بعد او از کجا برکت می‌یابد؟ یا پول بده و پول بگیره بر ریبا و حرام طریقتی، از کجا او از کسب کارش بعدا برکت می‌یابد؟